در تورنمای پیامنیت یک مصاحبه به نشر رسید که در آن محمد حسن ولدی الداد شنقیطی از مسئولین ارشد اتحاد جهانی علمای اسلام و یکی از علمای مشهور عالم اسلام در حاشیه کنفرانسی بین المللی در استانبول ترکیه مسئله ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بررسی کرده گفته است که ممنوعیت حنیت و تروریستی خواندن آن توسط مقامات تاجیکستان خود عمل تروریستی است. به نظر این عالم شناخته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سراسر جهان همچون حزب معتدل شناخته شده است و به هیچ وجه امکان ندارد که آن را همچون سازمان افراطی بدنام کرد. محمد حسن شنقیطی همچنین تاکید کرده است که حزب نهضت اسلامی به عنوان یک حزب معتدل و میانه‌رو در حکومت شریک و در پارلمان این کشور کرسی داشت. حنیت همواره به وحدت و یکپارچگی در تاجیکستان تاکید میکرد و برای همین با حکومت قانونی با وجود اینکه نهضت به یگانه پرستی و فسادزدگی آن را میدانست تنها به خاطر خللدار نشدن صلح و وحدت همکاری میکرد. تا این شیخ علی قرداغی مسئول دیگر اتحاد جهانی علما اسلام روز 22 ایول در کنفرانس بین المللی اسلام ضد افراطگرایی دینی و تروریسم در شهر دوشنبه استبداد و دیکتاتور را از عوامل رشد تروریسم خوانده گفته بود. یکی از سبب‌های پیدایش تروریسم در جهان اسلام نشو و نما یافتن اندیشه تندرو در زیر سایه استبداد، دیکتاتور و زندان‌های پر از عذاب است. او راه اساسی برای معالجه اندیشه‌های تندرو را در استفاده از اندیشه‌های معتدل اسلامی نامیده بود. قابل ذکر است که قسمی از علمای جهان اسلام افراطی و ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را خیلی دردناک قبول کردند.